عافية المهدوي نفس الشكل واللون، عافية المهدوي نفس الشكل واللون، نفس خارطته كلها ونفس مقياسه، ما قصر أبد. يعجبني هذا الشيخ لأن مصدر فخر دوم الهلا وناسه. نالان چکنم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی ثمری پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است. جهان گیر جهان دار و به دلبر و دلدار و وفادار و هوادار و به این سرور و سردار و کس و کار و به دل یار و جهانی به کرمهاش بده کار. چه می شد دل غم دیده من را بشود